گوش و دم سگتو نبر. شاید دیده باشی بعضی‌ها گوش یا دم سگو کوتاه میکنن، بعضیا برای دعوا، بعضیا فقط برای زیبایی. اما واقعیت اینه این کار هم دردناک و غیر ضروریه و هم به سلامت سگ آسیب میزنه. سگ‌ها با دم و گوششون با ما و با سگ‌های دیگه ارتباط برقرار میکنن. وقتی کوتاه میشه توانایی بیان احساساتشون مثل ترس، شادی یا خشمشون کم میشه. بریدن دم و گوش باعث درد شدید، خونریزی، عفونت و حتی مشکلات مادام العمر مثل بی اختیاری یا آسیب عصبی میشه. هیچ پشتوانه علمی برای سود داشتن این کار وجود نداره، نه از نظر پزشکی نه از نظر رفتاری. سازمان‌های دامپزشکی دنیا تاکید کردن که این کار نباید انجام بشه مگر در موارد خاص پزشکی. جالب بدونی در خیلی از کشورها مثل آلمان، انگلستان و استرالیا بریدن دم و گوش سگ‌ها قانونا ممنوعه و جزء حیوان آزاری حساب میشه. اگه سگتو دوست داری بذار با گوش و دم کاملش خوشحال زندگی کنه. تو نظرت چیه؟ حاضری برای زیبایی، سلامت و احساسات سگتو قربانی کنی؟ برامون کامنت بذار.